گر بمیرم در غریبی تاجیکستانم برید. با دعای خیر و با آیت قرآنم برید. کرده است خاطر پریشانم غریبی سالها. بعد مرگم سوی خویشانی پریشانم برید. من برای رزق پاک و پاره نان آمدم. سوی اهل خاندان با پاره نانم برید. یا به حصار و بدخشان یا کوهستانم برید. یا به شهر دوشنبه یا به کولابم برید. یا به شهر اسفره پنجکنت باستانم برید. یا به خوجند و مسچاه کوهستانم برید. در غریبی جسم و جانم سخت رنجید التماس. بعد مرگم کنج خاک تاجیکستانم برید. هر کجای می توانیدم گذارید در وطن. گر مرا انسان بدانید تاجیکستانم برید.